ترکم عافیت و معافات و شفاء من کل داء. فامیلی چیه؟ سلطانی چی؟ نه اسم رضا سلطانی هم میکنی ترکه عوض شده خونه ببین چی میکشه ازت بیرون. انگار قیره داره میکشه قیر. نه زیاد هم غلیظ نی ولی آره نه زیاد نه ولی الان هیچ درد چی نداری؟ تیغه رو انداخته داره خونه میکشه بیرون. چقدر خونی گرفته میشه؟ اصلا خونی اینجا گرفته نمیشه. این همه حسیفیه و فضولات و آشکالاتیه که گرفته میشه. تو حجامت و فستی که هفته بعد بیه برات انجام بدم یه قطره خون از شما گرفته نمیشه. همش آشکالا و اینجوری گرفته میشه. ولی آن اذیتی میکرد و مکش میکرد. درسته؟ همه تو که اذیتی نمیکنه. الان مکش داره میکنه ولی اذیت نمیشه. حالا دوست داری یه کاری باید بکنیم که خوشت بیاد یا نه؟ چی؟ دوست داری یا دوست نداری؟ من به توی جواب بده. به دقت کن. ببین چه اتفاقی میفته. چی شد؟ حس کردی؟ خیلی خوب بود. چیکار شد؟ بادی که اینجا بود خالی شد. خالی شد داده. میخوادی وزنه 50 کیلویی از پول افتاد پایین. درسته؟ وقتی سربازی رفتی خبردار نیست ببینم بلدی بده جلو هرچی میتونی اینجا رو بده جلو ماشاءالله تکه بده بیا عقب سرت نه بدنتو بیار عقب بیا نترس دقت کن این که خیلی خوب بود نه برو جلو راحت باش ببین اینجا رو اخبار